سلام، خوش اومدین به یه آموزش دیگه از بانوریس. امروز میخوام این بافت رو بهتون آموزش بدم که باهاش میتونین باز دستبند، گردنبند، بند عینک، گوشواره، هر مدلی که دوست داشته باشین از زیورالات برای خودتون ببافین. خیلی بافت ساده و راحتی هم داره. بعد از بافت میتونین با مهره ها و سنگ های رنگ دلخواهتون روی کار بدوزین و تزیینش کنین. این نمونه های دستبند رو من با آلیز دیوا بافتم و این مدل بند عینک رو هم با نخ کتون بافتم که یه مقدار ظریف‌تر و نازکتر در اومده مدلش و روش همینطور با مهره های رنگی دوختم و تزیین کردم. این هم برای بند عینک. برای شروع بافت اگر دوست دارین که به این شکل دستبندتون بسته بشه، ببینید به این شکل میخواین استفاده کنین و بسته بشه، گره بزنین دور موج، من بهتون میگم که چطور شروع به کار کنین. خب اول از همه یه مهره داخل نختون میندازین برای این قسمت که برای انتهای بندایی که میخواین گره بزنین. خب مهرمون رو با میل میاریم از داخل نخ بیرون و یه گره میزنیم و شروع میکنیم به بافت. یه زنجیره میزنیم، مهره رو میاریم نزدیک و با یه زنجیره دیگه محکمش میکنیم. این قسمته. بعد شروع میکنیم به تعداد دلخواه زنجیره زدن. این برای بند انتهای دستبنده. شونزده، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. به نظر من 30 تا دونه زنجیره کفایت میکنه. حالا شروع میکنیم مدل رو بافتن. 4 تا زنجیره میزنیم و توی 4مین زنجیره یه پای دوبل میزنیم. به این شکل. این حلقه اینجا درست شد. دوباره 4 تا زنجیره میزنیم و باز توی 4مین زنجیره پای دوبل میبافیم. چهار تا زنجیره توی 4مین زنجیره پای دوبل. چهار تا زنجیره و توی 4مین زنجیره پای دوبل. همینطور اینو ادامه میدیم به اندازه دور مچ. ببینید من به اندازه دور مچی که سفارش داشتم به این تعداد گلش در اومده. 1، 2، 3، 4، 5، 6 تا گل.
برای این 6 تا گل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا از این حلقه هایی که اینطوری ایجاد کردیم لازم داریم. خب پس گفتیم 4 تا زنجیره میزنیم و توی 4مین زنجیره پای دوبل میبافیم. به اندازه دور مچ 33-34 سانت 11 تا از این حلقه ها نیاز داریم که درست بشه. خب پس به این روش که گفتم 4 تا زنجیره و داخل 4مین زنجیره یه پای دوبل میزنیم 11 تا حلقه ایجاد کردیم. حالا برای ادامه بافت به این شکله که توی این حلقه‌ای که اینجا ایجاد شده داخل این حلقه 10 تا پایه بلند میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 به این شکل شد. خب توی حلقه بعدی یه پای کوتاه میزنیم. باز توی حلقه بعد 10 تا پای بلند. 3 4 5 6 7 8 9 و 10 به این شکل. باز توی حلقه بعدی یه پای کوتاه میزنیم به این شکل. توی حلقه بعدی باز 10 تا پای بلند به همین ترتیب یکی در میون یه پای کوتاه و 10 تا پای بلند میبافیم تا به انتهای کار برسیم و باز اون طرف گل رو هم بهتون میگم. ببینید این طرف گل بافته میشه تا انتها میرسه، بعد طرف دیگه گل رو هم میبافیم. حالا تا انتها ببافیم که یه طرف کامل بشه. خب حالا بافتیم تا به انتهای کار رسیدیم. این قسمت کار که رسیدیم باز این قسمت حلقه رو هم باز با تعداد 10 تا پای بلند میبافیم. 4 5 6 7 8 9
9 و اینم 10مین پایه بلنده. خب باز توی این حلقه بعدی یک پایه کوتاه میزنیم و داخل حلقه بعدی همینطور 10 تا پایه بلند میبافیم. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. همین رو ادامه میدیم تا به آخر. داخل این حلقه بعدی یه پایه کوتاه، 10 تا پایه بلند، یه پایه کوتاه، 10 تا پایه بلند تا به آخر کار میرسیم. باز انتهای کار رو میگم. برای که خواسته باشین اینطور تزیینش هم بکنیم، میتونین از مهره‌ها و سنگ‌های مختلف برای دوختش استفاده کنین و داخل این مرکز گل بدوزین تا دستبندتون یا بند عینکتون تزیین بشه. من اینو تا انتها میبافم، باز خدمتتون میگم که باید چیکار بکنیم. خب این طرف دیگه دستبند رو هم بافتیم، به انتهای کار رسیدیم. این 10 تا پایه بلند رو این طرف زدیم. حالا وصل میکنیم به ابتدای کار با یک بست به این شکل. حالا برای انتهای دستبند میخوایم یه حلقه به این شکل ببافیم که بعد این بندای این طرف دستبند رو از داخلش بتونیم رد کنیم و گره بزنیم. 10 تا زنجیره میزنیم و به این قسمت با یه بست وصل میکنیم به این شکل. به این شکل کارمون تموم میشه این قسمتش. حالا این یه بند دیگه هم لازم داره برای انتهای کار، همینطور که برای این یکی قسمت گفتم یه مهره داخل نخ میکنیم و با یه زنجیره وصلش میکنیم. 30 تا زنجیره میزنیم و با نخ و سوزن به این قسمت کار میدوزیم تا 2 تا نخ به این شکل داشته باشیم که بعد این دستبند رو دور مچکه انداختیم، از داخل این حلقه رد میکنیم. این بندای آخرش رو ببینید به این شکل رد میکنیم و میتونید خودتون با یه دستبندتون رو ببندین و گره بزنین به این شکل. خب در انتهای کارم که میتونین گفتم حلقه سنگ ها یا مروارید یا نگین های دلخواهتون رو روی کار با نخ و سوزن بدوزین. این بند عینکمون هم همون مدله ولی با نخ کتون بافته شده. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و مشترک بشین. به پیج بانوریس هم سری بزنید. اگر سفارش داشتین اونجا سفارشتون رو ثبت کنین. ممنون از شما.